واتساپ گایز، خوش اومدید به ادامه آلبوم گاتبوری و لذت بخش واقعا. اما اسم ترکمون هست هیچ جام نی، برام مهم نی. آره یه برام بذاره اسمش داره جنجالی میشه. میشه. آره خب اینم بریم سریع بشنویم در ادامه آلبوم. اما عواملش: دایرکتورش از آکیو، پرودوسرش گاتبوری و بیت پرودوسرش از اچکیو کیه؟ پرود بای مسعود و میکس و مسترش هم سیامند. ادیت امیر ای پی، پروژکت منیجرش هم امیر فکور، کامیار بامداد و پلتفرمش هم از آردا، همون قبلی ها دیگه، دوستای قبلی. و اینکه بریم بشنویم آره. زیاد وقت تلف نکنیم. پس بدون معطلی لیتس گو. چرا اینجوری؟ واسه کارگاهی داره دست میده و اینکه عکس الان یه پژو پارس هست اونجا، ببینیم کارهای عجیبه گاتبوری. گاتبوری خیالش تو خیابونا پک و پاره کسیف کدافیم برام خطا برای که سفید کشیک میدن لاشی یا دم خونم سه شیفت به هیچ جام نی نه زندگی نه مرگ، زیر آسمون خدا بخوابم تو تگرگ، گدک بکشم غروری که شده لگت. چقدر یه حالت خیلی گانگستریه، میدونی چی میگم؟ جنایی طور. آره بخوابم تو تگرگ، گدک بکشم غروری که شده لگت. به هیچ جام نی میزنه چکین آدم تو آینه فوش رو به خودم گاهی میزنه به سنم پشت میکنم. چه فلویی داره میره اصلا، قوقا فلم کله ببرم این روزا هر روی تونم ساقت تو میزنم هره، احتمال سائقه داره اون آسمونی که توش همیشه ابره، چیزی که کوچیک دنیاست اون که بزرگ قلبه، چیزی که چه قشنگ گفت. اون چیزی که کوچیک دنیاست اون چیزی که بزرگ قلبه. سنگین. آره مال سائقه داره اون آسمونی که توش همیشه ابره، چیزی که کوچیک دنیاست اون که بزرگ قلبه، چیزی که کوتاه عمره بلند دیوارای قبره، اتاقم پر سکوت تو آرامش قبل حمله، مخم آماده نبرده فتح نمیشه این قلعه، نداره بازی تو فایده بدخوام زیر زبونم زایده، ما رو زخم زبون چشم هر سودا یه عمر گایده، میشینم جام تو گوشم هایده میخونه چشام بی خبر خواب باز اون فاز خوب داره از بانو هایده چیز میگیره. دمش گرم اونم زایده، ما رو زخم زبون چشم هر سودا یه عمر گایده، میشینم جام تو گوشم هایده میخونه چشام بی خبر خواب بدون نام و بدون نشان، گاد رو کیبورد تایپه نیاسو سنگین تر کف ترازون، زور مخمه نون بازون، گاد برگ برنده رو بازونده میشی پاسوز میدی گاد برگ برنده رو بازونده، یعنی اون خوبتونم چیز کردم من بازوندم زور مخمه نون بازون، گاد برگ برنده رو بازونده میشی پاسوز میدی تاوون، میام مثل مهمون ناخونده کلی راه مونده که نرفتن توی رپ وامونده بی قانون، بگیر آروم الف فاروت میاد بارون، بچه خیابون رفت وحشی سوارشم بدون پالون، خودی به گامون داد تبم دختر قلب بیابون سر رامون وایس اینترنت میخوره صابون با حال نمی‌کنی تنت به صابون ما میخوره. آره. حواست باشه. و اینکه هنوزم اون چیزشو حفظ کرده و حواست باشه آقای بهشتی عزیز. بله بم دختر قلب بیابون سر رامون وایس اینترنت میخوره صابون با حال نمی‌کنی به هیچ جام نی، به هیچ جام نی سلیقت نیستم، به هیچ جام نی، به هیچ جام نی دشمنان زیادم، به هیچ جام نی، به هیچ جام نی وقتی من نباشم، به هیچ جات نی تو چیزی که میگی، به هیچ جام نی. تمام. به کورس قبلی نمیرسید واقعا. نه نمیرسید. کورس خیلی به نظرم ترک کوتاه بود. یه لحظه دقیقه‌شو نگاه کن. اگه دقیقه‌شو بخوام بگم
الان برات میارم. آره 2 دقیقه و 17 2 دقیقه و 15 اینا بود تقریبا. آره حالا چند ثانیه این برام داریم. آره. تقریبا خیلی کوتاه بود و ولی باحال بود، گنگ بود. ولی خب کوتاه و اینکه پرشیو چه ربطی داشت؟ اون خواسته اون چیز رو نشون بده دیگه، میدونی اون شوی اصیل ایرانی گنگ پرشیو. یه مدت خیلی ماشین چیز بود، گفتم ماشین عشق البته چیزم ولی هست اینجوری نیست. مثلا اینایی که 405 یا پژو پارس ELX دارن معروف به گنگن دیگه. آره معروف به گنگ سر هم شوتی میکنن. دقیقاً. نظرم بریم برگردیم. آره بریم برگردیم صحبت میکنیم. یه جمع تو چنگی جبر جغرافیا سهم وقت ما کمه ولی کن صبر خدا زیاد. ابر رپر شهر تو واسه تیلی آورد خفه خون گایدم جغرافیا از تاریخ صحبتیا. کار درستو میکنی میگن قصدش ریاست، کاری هم نکنی میگن قلبش سیاست. میگن داغ بازار خیلیا، شروع ما پایان خیلیا. کی میتونست بره جلو بهترم من؟ اینا که اسم بردی همه مثل پسرم من. ببینم اینا زمان شروع ما کجا بودن، حالا تیکه میندازم واسه ما شاغلم شدن. چه روزای سختی رفت و سخت‌تر اومد، پدر وقتی رفت غم از در اومد. به اندازه خار نبود اون جایی که یاسمون، درد مرگ پدر نبود مرد بی پدر بود. هر روز بیشتر کوچیک شدی یه گربه کوچیک گشنه، همیشه دنبال نون میدوی. سرخورده بیاره میگی این گربه بیماره، دردی که عمیقه روی سرطان نمیشه کست. خب گایز ما برگشتیم. دمتون گرم که تا آخر این موزیک ویدیو خفن ناب درجه کمرومون بودید. واقعا پوری دمش گرم، واقعا سورپرایزمون داره میکنه. این آلبومش خیلی خفنه، خیلی و اینکه آره آخرای آلبوم هست. آخرای آلبوم داره تموم میشه و اینکه کاش تموم نمیشه. آره باحال بود، قشنگ بود، تعدادش هم مناسب بود انصافا تعداد ترک‌ها. دقیقاً. و اینکه بریم سر اصل مطلب. کورس رو دوست نداشتم اول از این بگم، ولی اینکه ولی خب فلو خوب بود، عالی بود، بعد متنش هم عالی بود، مثل همیشه گنگی اومد وسط و داشت مشتی خفن. و اینکه یه نمره بخوام بدم هم 6. آره 6. و اما شما؟ من نمره‌مو بازم بچه‌ها بدن. نمیشه که. میشه، چرا میتونید دیگه. خدایی بگم نمره بدم؟ بگو. 4. عجیب بود. عجیب 4. تو هم اینجوری داری میشی. آره دقیقا فعلا دارم میام سمت پایین، ولی یه ترکش ناب بود دیگه، همون که من 2 تاشو 10 دادم، ولی اون یه 10 بود، اون 10 اصلی بود دیگه. اون 10 واقعا 1000 میارزید. 1000. خب حرفی نمیمونه چون دیگه این آلبومه دیگه سعی کنیم میذاره کوتاه‌تر کنیم دیگه بیشتر ویدیوها رو، و اینکه تا شما بتونید راحت‌تر همه رو ببینیم، وقتتون خیلی تلف نشه. و در آخر دمتون گرم که مثل همیشه ما انرژی میدین و لایک و کامنت و ساب فراموشتون نشه. زنگوله‌رم حتما بزنید که اولین نفری باشید موزیک ویدیوها و آلبوم‌ها، ترک‌ها، سینگل ترک‌ها، فری استایل‌ها و ریاکشن ما دست شما و از دست ندین. دمتون گرم تا ویدیوی دیگه. بدرود.